دوست دارم که یک ژورنالیست موفق باشم، یک گوینده که موفق و یک رسانه‌ای خیلی موفق باشم و هر روز همون جوانایی با تمام سرکوب شدن‌ها در وجود خود احساس می‌کنم و هر روز دنبال این هستم که شاید روزی پنجره‌ای باز بشه و بتونم با اون دنیایی که دوست دارم وارد باشم. بیان مورد برای من چه معنایی میتونه داشته باشه؟ من فکر می‌کنم خیلی واضح هست. وقتی امروز به عنوان یک زن اخبار در خوشی و مدام صحبت میکنم، این به این معنا هست که شاید حضور طالبان باعث شده که من این بگرد از اجبار رو بشم. شاید حضور طالبان باعث شده که من از درس، از کار، از رویاها خود تا حدودی از تمام اینا دست کشیده باشم. اما طالبان نتونستن ذهنیت من تغییر بدن. طالبان نتونستن روی چراغی که از رویاهای من روشن شده رو به کلی خاموش بکنن. شاید اون شمعی که من روشن کرده اون نیمه کرده داشتن ولی هنوز نتونستن رو خاموش بکنن. هنوز هم من به دنبال این هستم که این زنی که پشت بوله هست، این زنی که امروز نمیتونه هویت واقعی خود افشا بکنه، هنوز هم میتونه ادامه بده. اما با تفاوت این هست که امروز زن پشت بوله منتظر هست که کسی دست از اون بگیره. اگر یک نیروی از دنیای بیرون، از کسی که خارج از جامعه سنتی و خارج از جامعه زن ستیز باشه، ممکنه که دست این زن گرفته بشه و این زن یک جای بهتری برسه. دیگر رویاهایی که سلسله رویاهایی که هنوز چراغ از اونها تا حدودی در ذهن نفر و خانم روشن هسته، میتونه خیلی بزرگتر کنه و میتونه خیلی شعله‌ورتر کنه. اگر روزی دوباره آزاد باشم، اولین کاری که میکنم سعی میکنم که دوباره میگم سرگذشت بنویسم. که ثانیه های تلخی که سفری کردم تا بنویسم. روزی که آزاد میشم، حامی زنانه باشم که از لحاظ روحی، روانی و جسمی آسیب دیدن. در این 4 سال میلیون ها زن آسیب دیده. در این 4 سال میلیون ها زن از لحاظ روحی نابود شده. به نظر من نابودی و مرگ تنها مرگ میه و مرگ تنها نمیتونه باعث مرگ برده رو یک انسان بشه، باعث نابودی یک انسان بشه. همین که یک انسان نتونه به آنچه میخواه دست پیدا کنه، این به نظر من یک مرگ تلویزی است. همین که یک زن تمام رویاهایی که در سر داشته استن به استن قدم سپری کرده و امروز به یک جای نسبتا بهتری رسیده و یک بار از اون چیز سقوط میکنه، همین خونه میتونه یک مرگ تدریجی باشه. و من سعی میکنم اگر روزی دوباره این آزادی به دست بیارم، صدایی باشم و یا دستی باشم برای کمک کردن و برای رسوندن خانم ها به یک جایگاهی برای اینکه بتونم اما چیزی که به دل از اونا هستن و بقیه انتقال بدم. و من زمانی میتونم این همه کار رو بکنم، زمانی که من قسمی که گفتم به عنوان یک گرداننده یا یک گزارشگر موفق کار بکنم. اون زمان میتونم صدای زنهای افغانی به جامعه بیرون انتقال بدم. و زمان من میتونم دردهای و شکنجه‌های روحی روانی که زنان افغان دیدن به دنیای بیرون انتقال بدم. به عنوان آخرین کلام، تنها چیزی که میخوایم بگم اینه که درد زیاد هست و صحبت برای اینکه در مورد اتفاقاتی که افتاده و تلخی‌هایی که تجربه کردیم خیلی زیادتر، اما متاسفانه وقت خیلی محدودی هست. به عنوان جمله پایانی میخوایم بگم که زن در هر جامعه‌ای که زندگی بکنه در کل یک زن هست. فرق نمیکنه که او زن در افغانستان باشه، در آمریکا باشه یا در کشورهای اروپایی. زن هست با ظرافت‌های زنانه در همه جا یکسانه. اما متاسفانه زنان افغان زنانی هستند که معلوم شدن. امیدوارم که روزی برسه که همین حسی که امروز زنهای افغان تجربه میکنند، این حس میتونن زنهای دیگه هم بدون تجربه این حس درک بکنن و با درک این موضوع بتونن دست باشن برای یاری زنانی که در افغانستان وجود داره، بتونن چتر باشن برای زنهایی که امروز خسته، امروز افسرده، امروز از لحاظ روحی خیلی آسیب دیدن و بتونن به نحو کمک رسانه باشن برای از این جامعه، برای از این زنهایی که در آوارگی و در شکنجه روحی به سر